اصل دوم، اصل شدت و تنوع کافیه. یکی از مهمترین اصول دوچرخه سواری که اغلب نادیده گرفته میشه. اگر به دنبال به دست آوردن بهترین نتایج در تمریناتتون هستین، نباید به یک جنبه خاص خودتون رو محدود بکنید. مثلا اگر همیشه یک دوچرخه سواری طولانی مدت و آهسته را انجام بدید، قطعا نمیتونید رشد مطلوبی رو تجربه بکنید. شما باید در برنامه تمرینیتون تمام جنبه‌ها و فرم‌های تمرینی رو بگنجونید تا تمام عضلاتتون تمرین داده بشن. همچنین نیاز دارید که در تمریناتتون از تمرینات با شدت بالا استفاده بکنید تا تمام سیستم‌های انرژی بدن رو توسعه بدید. البته در این رابطه حتما با مربی و پزشک خودتون مشورت بکنید. پس این اصل میخواد به ما بگه در طول تمرینات باید هم به شدت تمرین و هم حجم تمرین توجه کافی داشته باشیم تا بتونیم رشد رو